سلام دوستای عزیز، شب و روزتون بخیر باشه. خاله شیوا هستم. خیلی خوش اومدید به آشپزخونه ما. بچه‌ها امروز میخوام یه دمپخت سبزیجات درست کنم با عدسم داخلش کنم. دیگه این به قولن روشیه که ما درست میکنم و بچه‌ها دوست دارن بخورن. اینجا برنج و عدس گذاشتم با همدیگه با یک کم روغن و یک کوچولو نمک گذاشتم. نخیسیده، برنج نخیسیده گذاشتم که بپزه. هر یه لیوان برنج 2 تا لیوان آب میخواد، چون که این برنج ما برنج خیلی سفتیه. 2 لیوان نصفی تقریبا آب میدم برای برنج سفید، ولی الان چون مخلفات میخواد قاطیش بیاد 2 لیوان میریزم. بعضی برنجا کمتر میخوان. بعد اینجا هم قارچ دارم، قارچی که تو فریزر داشتم با فلفل دلمه، البته اینا تازه یعنی همین چند روز پیش خریدم. 2 تا هم گوجه مال باغچه خودمه میخوام توش بذارم. اینجا هم پیازچه داریم، میخوام به جای پیازچه، ولی یک کم پیاز خشکم اونجا دارم میریزم داخلش با فلفل و نمک زردچوبه با یه ادویه‌ای که خیلی قاطی داره، یعنی مثلا چیزای دیگه هم داخلش هست. الان ما شروع میکنیم. پیازمون رو گذاشتیم تفت بخوره. وقتی که پیاز تفت خورد یک کم سرخ شد، بعد قارچ و اونم فلفل دلمه‌ای هم بهش میزنیم. الان ما اینه میذارم سرخ بشه تا بعد باز دوباره ادامه بدیم. دوستای عزیز، شما هر جور دوست دارین، روغن زیتون، روغن معمولی، کره، هر جور دوست دارین بریزید. ما یه خورده روغن زیتون ریختم. الان هم میخوام قارچ و فلفل دلمه‌ای با هم دیگه بریزم داخلش. دیگه بچه صدای قزان دیگه، سرخ شدن قزان دیگه، باید تحمل کنیم. این هم میریزیم تا خوب با هم دیگه تفت بخوره. الان یه مقدار پیاز سرخ شده سفید دارم. بچه این پیاز خیلی به غذا طعم خوشمزه میده. این هم قوطیچه. خب این خیلی به غذا لعاب میده. الان فلفل و نمک زردچوبه هم میریزم. یکم فلفل، یکم از این زردچوبه که چند رقم به قول ادویه جات داره. نمک هم داره، مواظب باشید نمک زیاد نریزید. یکمی هم زردچوبه خالص میریزم. ببخشید، چون بچه ما دست تنها هستم، کسی از اون فیلم نمیگیره، واقعا سخته. خب بعد میذاریم این خوب سرخ بشه، آبش تقریبا بگیره، چون برنجمون کتهیه نزدیکی که دیگه آب برنجمون کم شد. اینم میذاریم داخلش. تقریبا میتونین یکم هم به همش بزنی، ولی ما میذاریمش به قولن یکم وسطش که نره کفش همه تعدیق بشه بسوزه. این 2 تا گوجه هم می‌نازم یه تفتی بخوره. گاز خاموش کردم بچه ها. این گاز شیشه یا وقتی که میمونه خیلی هنوز گرما داره. این هم میذارم که آخر سری 2 تا گوجه ها بیان رو برنج بذارمشون. خیلی هم قشنگی داره، هم خوب طعم میده به غذا دیگه. خب اینو الان میذاریم تا برنجمون دیگه نزدیک آبش خشک بشه. باز نشونتون میدم. دوستان برای برنجمون هم عدسمون رختیم داخلش با هم بپزه، چون عدسمون ریزه زود پخته میشه. برای همین ما برنج و عدس با هم میریزم. خب دوستای عزیز، الان ما میخوام مواد بریزم دیگه. برنجش ببین آبش داره میکشه. یک کمی آب داشته باشه دیگه. اینو میریزم داخلش. این مواد قاشق قاشق میریزم. وقتی رختم نشونتون میدم. خیلی همش نمیزنم تا کف برنجمون بره، همش به چسبه مثل تعدیق بشه این مواد. آره. بعد او 2 تا گوجه هم میذارم روش. اینجا هم میذاریم. قشنگ بگو لبان یاد بگیر. خاله بچه ها یاد بگیرین غذاهای تکراری همش درست نکنین. اینا بچه ها نگاه کنین. خیلی بچه ها میگن ما غذا بلد نیستیم، ما فلان، ما
میگم بابا خب پس درست میکنیم برای کی؟ این همه یوتیوب هست درست میکنن، دوستان درست میکنن، پس برای چی؟ خب بچه ما امروز سیب زمینی توش نکردم، شما میتونید حتی سیب زمینی هم داخلش بذارید، خیلی خوشمزه میشه. خب الان این 2 تا گوجه هم میذارم روش، اینجوری قشنگ میذاریم با هم دیگه دم بیاد. زیر ما بچه ما دمکش هم نمیذارم بچه ها رو برنجم، اصلا دمکش هم رو برنج ما نمیذارم، فقط درش میبندم، زیرش کم میکنم، رو درجه 3 میذاریم دیگه، میذاریم با امید خدا دم بیاد. بعد از که دم اومدم باز نشونتون میدم. ممنونم دوستای عزیز. این دم پختمونم آماده شد، دم پخت عدس و سبزیجات آماده شد. الان قشنگ هم ربع ساعت شد، ربع ساعت دم کشید. امیدوارم دوستای عزیز شما هم درست کنید، نوش جانتون کنید. ممنونم، دمتون گرم.